نام خدا و سلام به شما. قسمت از آموزش میخوایم براتون ماژول ESP32 رو به حالت ریست فکتوری برگردونیم یا فلش برنامه‌هایی که موجودی که خودتون ساختید یا بچه‌ای تهیه میکنید. ماژول‌های مختلف ESP32 رو داریم با آنتن و بدون آنتن. قسمی آنتن دارش هستش و ما ماژول دوم که آنتن به صورت PCB رو خود ماژول قرار گرفته رو انتخاب میکنیم. فرقی در نحوه عملکرد نداره. خب برای پروگرام کردن ماژول ESP32 همونطور که مشاهده میکنید یه ورودی میکرو USB داریم که هم به عنوان تغذیه و هم به عنوان پروگرام میشه ازش استفاده کرد. پینای موجودش هم میبینید. ماژول‌های مختلف ممکنه متفاوت باشه، چند عدد پین کم و زیاد داشته باشه. این ماژول اگه اشتباه نکنم 38 پینه. یک کابل دیتا USB به میکرو USB نیاز داریم. قسمت میکرو USB رو به ماژول وصل میکنیم، قسمت دیگر رو به PC وصل میکنیم. اونطور که میبینید زمان وصل شدن چراغی که روی LED که روی ماژول هست چشمک میزنه. حالا ممکنه بر حسب برنامه‌نویسی که صورت گرفته باشه برنامه‌ای هم برای اون LED نوشته شده باشه و متفاوت عمل کنه. و در حالت عادی معمول که شما میخواد روشن کنی چشمک دو تا هم کلید فشاری داره، بوت و RST داره که ریستارت حساب میشه. قسمت بوت برای مواقعی که میخوایم پروگرام انجام بدیم، از این مواقع میپرسه و نیازه که کلید بوت رو نگه داریم. قسمت ریستارت هم که برای ست کردن برنامه است. اگه یه فرم داشتید به این اندازه داخل پیم ها قرار بدید که باعث اتصال زمان کار نشه. میریم سراغ درایور ESP32. درایور ESP32 رو اگه قبلا نصب کرده باشه درایور مختلف داره دیگه. همونطور که ملاحظه میکنید میتونید تو قسمت مای کامپیوتر اسم پروپرتیز و دیوایس منیجر بزنیم. قسمت پورت میتونیم پورتای سیستممون رو ببینیم که ممکنه در دیوایس یا وسیله هایی بهش وصل باشه یا نباشه. این ماژول که من وصل کردم با کامل 18 شناخته میشه. درایورها ممکنه مختلف باشه بسته به درایور USB که رو ماژول قرار گرفته. برنامه فلش تولز رو انتخاب میکنیم. ماژول ESP32 رو برنامه‌ای که در نظر گرفتیم و عرضم به حضورتون که باز میکنیم. قسمت فایل های بینی که وجود داره یه چیزانی وجود داره. میتونید به وسیله ادیتور باز کنید. قسمتی که ملاحظه میکنید فایل ها رو نشون میده با آدرس فلش که روی بورد قرار انجام بشه. اینا مهمه. تغییر کردن این آدرس یا فایل ها ممکنه ماژول کار نکنه یا به اشتباه. خب ما هر کدوم از این فایل رو با آدرسی که جلوش هست تو این قسمت مربوطه پر میکنیم. قسمتی که میبینید آدرس اون فایل هستش، کلیک میکنیم و آدرس مربوطه رو توضیح که داده مثلا بوت لودر رو شاخه بوت لودر پیدا میکنیم با پسوند بی اضافه میکنیم. تیکو میزنیم نشون میده که آدرس فایل موجود درسته و اون فایل وجود داره و سبز رنگ میشه. همینطور بقیه 7 فایلی که الان اینجا داریم و به ترتیب آدرس پروگرام فایل و
آدرس فایل رو سیستم بهش میده. یکی یکی رو اضافه میکنیم. قبلا من چون آپلود کرده بودم، فلش کرده بودم، اینجا موجود داره. یادتون باشه که تعداد فایل ها درست باشه، دیگه اضافه ای نده. قسمت کریستال رو 40 مگ استفاده میکنیم. سرعت SPI مونم 40 مگاهرتز. SPI مودمون رو DIO انتخاب میکنیم و فلش سایزمون رو 32 مگابیت. مشخصات ثابت ماژول هست که میتونیم به راحتی بدون تغییر متغیری انجام. خب پورت ما پورت کام 18 هست. توجه داشته باشید که وقتی تیک رو ما اونجا میزنیم و اضافه میکنیم، تو قسمت حالت CMD آدرس و مقدار حجم رو نشون میده که مطمئن میشیم که درسته. کام 18 انتخاب میکنیم، باند رو 926 استفاده میکنیم. پایین تر میتونید انجام بدید کنده، ولی بالاتر از اون ممکنه به اشکال بخورید. خب بزرگتر میکنم که مشخص باشه. میتونید روی خود برنامه و باید کلید استارت رو بزنید. کلید استارت رو شما میزنید تو قسمت CMD، میبینید مشخصات تغییر باند ریتو میاره به 921600 و سمت راست برنامه میبینید که به انتهای پروگرام کردن یا فلش ماژول ESP32 نزدیک میشه. بعد از پایان فلش میبینید که فینیش نوشته میشه. بعد منتظر این قسمت باشید و به هیچ عنوان استوب یا ریزو انجام بدید. خب میریم تو قسمت کام 18 ببینیم چه صورته. وقتی میخواید ماژول رو وصل کنید و بعد از وصل کردن میتونید کلید ریست رو بزنید که اطلاعات میاد. تو مشخصات رو میبینید ورژن 3 رو میگه و مشخصات دیگر ماژول ورام 32. باندریت هم حواستون باشه که روی باندریتی که ما همیشه انتخاب میکنیم 115,100 باشه. مشخصات هم تو میبینید. مشخصات ماژول ESP32 ورژن 3.2 هستش. امیدوارم که از این قسمت از برنامه فلشینگ ماژول ESP32 به حالت کارخانه یا بالای مورد نیاز توجه کرده و لذت برده باشید. لایک، سابسکرایب و زنگوله را فراموش نکنید. منتظر برنامه‌های جذاب آینده ما باشید.